امروز اومدیم توی این ویدیو در کنار بچهای خفنی که توی ویدیوهای قبل دیدید، در کنار چند تا از بچهای دیگه اومدیم یه کافه خفن دیگه، شب یلدا دیگه، گفتیم یه دوره هم باشیم. قرار کلی با هم بگیم بخندیم. یه چالش قشنگم دارم که میخوام باهاشون انجام بدم. بریم ببینیم چه خبره. بچهای خفنمون داریم. سینا جان خیلی مدت ندیدیمش، سربازی بود. و آقای سفرزاده به به. دفعه شطرنج نیزم. من تنها کاری که بلدم تو شطرنج اینه، فقط بلدم اینو جابجا کنم. خب بچه‌ها سفارش بدیم. سفارش بدیم. منو رو میشه لطفاً اگه بیارید دوستان عزیز. آره منو رو بچه‌ها بیارن. دیگه چه خبر بچه‌ها؟ ویدیو قبلی چطور بود؟ عالی بود، پاستایی بود. واقعا پاستای خیلی خوشمزه. اگه ویدیو رو ندیدید حتما این بالا لینکش هست، حتما ویدیوی ما رو ببینید. خب منو رو اگه آقا انداختی الان بچه‌ها سابسکرایب کنید تا من خوب بیارم. راست میگم بچه‌ها، حتما سابسکرایب کنید ما رو، این ویدیو رو هم لایک کنید و دوستاتون هم بفرستید. پاستا رو ترجیحاً درست آره بچه مرسی، ممنونم بچه‌ها. این از بهترین جای شهرم نخوام. خالص سفارش میدید؟ نه من جی جی می‌خورم. جی جی می‌خورید؟ خب منم شانش را ببرید. چه ربطی داره؟ نه کن اینو همیشه یاد باشه، ترک عادت موجب مرض. هات چاکلت. تمام. حالا که ترک عادت موجب مرض است، ما هم یه شیک قهوه میل می‌کنیم دیگه برای خودمون. شیک قهوه. خب ما چی بزنیم این وسط؟ ما یه چای کرک میزنیم دیگه. تو هم ترک عادت نکردی چای کرک؟ آره چای کرک حتما. خب این سفارش دیگه چیز دیگه میل نه، کیکی چیزی بچه‌ها نمیدونم. آره دقیقاً. خب فکر نمی‌کنم. خب سفارشامون رو بریم بدیم. یه چالش خفن هم می‌خوایم با هم امروز بریم. ما قرار بود اینجا مهمون باشیم. چالش مهمون قرار باشیم. ای بابا نه الان می‌خوای بری؟ تو می‌خوای حساب کنی؟ اگه بذارم به خدا سری قبلی تو حساب کردی. حالا صحبت می‌کنیم. حالا با هم دیگه صحبت می‌کنیم. پای حساب برسه. درستش می‌کنیم. از کجا معلوم؟ شاید ما جیم زدیم از کافه. ما گفتی این شطرنج رو جمع کن تا سفارش بکن. یادم آقا نگران چی؟ الان سفارش‌ها رو میارن. آقا شیکش خیلی خوبه. عالیه. من کافه بد بهتون پیشنهاد نمی‌کنم. قطعا همینطور عزیزم. خب بچه‌ها یه خورده دیرمونه. اگه چی من برم حساب کنم که بریم دیگه با هم دیگه. کجا؟ برم حساب کنم. کجا؟ حساب کنم. شما خیلی شیک خوردی بخوای بری حساب کنی. خب برم حساب کنم. بعداً با هم حساب می‌کنیم داداش دیگه. شما خیلی شیک خوردی بخوای بری حساب کنی اصلاً. امروز سری قبلی شما حساب کردی. شما شیکت بنوش، سکوت کن، من میخوام یه لحظه بش سری قبل تو حساب کردی داداش، حواست نیست. تو سربازی، تو رو چه آقا جیب من و شما نداره به خدا، چرا این کارو میکنید؟ شما شیکت بنوش، صحبت نکن. شما هم هات چاکلت ده بنوش. آقا خداحافظ. آقا اصلا یه پیشنهادی، اونو بخون. چی شده؟ آها اگه زهرا رو بخندونی سفارش میدی. زهرا کیه؟ فکر کنم باریستاشونه. بریم آها بنده خدا که چیزو برد. آره فکر کنم آره خودش. آره بریم یه ترای بزنیم. من نمیذارم شما تو حساب کنید، پس خودم میرم. برو آقا بسم الله. لیتس گو. برو ببینم چیکار می‌کنی. برو. ماشاءالله پهلوان. دست بزن. زهرا کیه؟ شمایی؟ بله. خب بازی ناک ناک بلدی؟ بله. اوکی. خوب، از زبانت خوبه. ناک ناک. Who's there? نه who? نه your business. نه به انگلیسی نمیخندی؟ یکی دیگه. تو میدونی چرا اسکلت‌ها با هم دعوا نمیکنن؟ چرا؟ چون جیگر ندارن. خندی. به اینا خندی پس ما هم میتونیم بخندیم. برو داداش، برو نشون بده چه جوکایی بلدی. برو جوکای سربازی تو برو بگو. اگه منظور غیر منشوریاشو بگو. نه اوکی عمره. بله. یه روز یه جوجه تیغی با کیوی میره بیرون. بعد از جوجه تیغی میپرسن این کی همراته؟ میگه سربازم. جواب نه. بعدی یه روز یه دوست دختره به مشهدی میگه یا منو باید انتخاب کنی یا موتورتو. میگه موتورو میخوام.
سومیه نمیشه گفت. عالی بود. موتور رو میخواد. موتور رو میخواد. حالا موتور رو میخواد یا موتور رو میخواد؟ نمیدونم اون موتور رو میخواد. آقا چند تا گوگل پیدا کنم. آقا گوگل قراره بعد از دانش خودت بری بگی. با من دانشی ندارم. خب چی بگم؟ آقا تو یوتیوب کار کنی دانش نداری. یه صداش هم بیار دیگه. تو میتونی. بابا چیزی که این روز افتادی خودم تعریف نیست. بفهم باش کن. موتور رو میخواد. زهرا خانم شمایید؟ بله. میدونی یه مرده میخوره به نرده برمیگرده؟ خیلی قشنگ بود دیگه نگاه. خیلی خنده‌دار بود. نه. بذار جو که بعدیو بهت بگم. خب بذار بگم. خب می‌نویسی کتابا چرا کچاپ می‌نویسن؟ کتابا چرا کچاپ می‌نویسن؟ درسته. کچاپ بشن. برو بشین. بازم بلدم ها. نه، برو من بشین. خیلی بلدم. نمیخواد، می‌نویسی برو دو تا بشین. مرد به هم میرسن. نه برو بشین. برو. یعنی باید حساب برو کنم؟ بشین. نه خیر برو بشین. باید حساب کنه. آنا کجا میری؟ کجا میری؟ چی شده؟ چی؟ کی؟ کارت. کارت؟ برای چی؟ حساب. اینو خوش میخوان حساب کنن؟ کارت. رمز. 11 ببخشید 2238 2238 2238 2238 بله درست. اوکی. 11 رو هم میتونستی بزنی. گود بای. خوشحال شدم از دیدنتون. من موندم به جوکای شما چجوری خندید؟ اینجوری مات شدی. مات شدم الان. مات شدی. من دارم سوال میکنم به جوکای شد تو چجوری خندید؟ به جوکای منسینا که نخندید. دیگه ببین وقتی آدم بانمکی باشی همینه. بانمک جون. بانمک. بخورمت. بچه دمتون گرم بابت این ویدیو، خیلی خوش گذشت به ما و دوستای قشنگمون. دم بچه‌ها گرم، دم بچهای کافه هررود گرم. حتما آدرسشون این زیر می‌نویسم، حتما بیاین بچه‌ای که بندر باسن. و دیگه بچه‌ها صحبتی ندارید؟ میکائیل جان صحبتی ندارید؟ نه خواهش کنم فقط قشنگ خودت عشق کن. قربونت، مرسی فدات شم عزیزی. سینا جان صحبتی با دوربین و بچه‌ها نداری؟ فعلا. بچه‌ها حتما اگه ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگه دوست دارید پارت بعدی هم بگیرید حتما بهمون اطلاع بدین بچه‌ها. امیدوارم حالتون خوب باشه، اوکی باشید. بوس به همتون. خداحافظ.